رجب علی ایبرانی. رحمت کلام. خدا با شکر. گلیسای خبر دادن در کره. الو گلیسا جان. جانیوچا. الو السلام علیکم آچه جان. السلام علیکم. چخیر آچه جانم؟ سازین خوبین؟ نه سازین؟ میشه و رحمت خوننگی و ینگمشون همه نغزن سازن. ای نپرس که خورسندی من حد و کنار نداره. مبارک شود. با من هم مبارک شود، با تو هم مبارک شود. من بی شدم و تو اما جان شدی. چخیر نغز، چقدر سال انتظار بودن، چخیر نغز شده است به خدا. ساق سلامت تولد کرده باشن تمام. ساز مادرش هم نغز، کودک هم نغز. خدا با شکر. دیگه خورسندی من نمیدونم که در کی زنگ زدم. یکم در تو زنگ زدم. وزی درمی تولد خونه. خدا با شکر. حالتی هر دوشون نغز، مادرم نغز، کودکم نغز. حتونی خیز بیو. حاجی من دسترخوانم جمع میکنم، حاجی زنگ میزنم رسیده بیام و تیز زکک رسیده میرویم. خوب؟ مایل جان ما نگاه میکنیم. مایل آچه جانم. خوب خدا با شکر. هزاران بار شکر. چخیل نغز. خدا با شکر. حاضر شد زنگ میزنم و حاضر. الو لا بزنک. السلام علیکم. سلام. کار دین؟ نه ای کار برونم. از کار برین زودتر خونه بیاین. اینجا زنک؟ تینج آچه همشان زنگ زدن ینگم بیمار خونه بردیم. بیمار خونه بخیره؟ ها بخیر. زودترک بیاین بعد میگم. خوب؟ خوب من. خوب زودترک بیاین. زنک؟ اومدید؟ بیمار خونه بیتی روسی گفت خواتیرم کردیم. من سراسیمه اومدم. چی گفت؟ نه تینج میدونید چی؟ ینگم تولد کردن، مادرم زنگ زدن. از خورسندی به خدا نمیدونم چی کار کنم. خودتون میدونید. سلامتش چیکاره است؟ ساز نقص خورسندی آخر. خیلی ترین مبارک شد. باور که من به حد خستن شدم. سیراجین 5-6 سالم بسیار انتظار بودن. به خدا هم خورسند شدم که سلامتیشون هم همه چیز در جاشه. خلاصه زودترک رفتن در کره. نباشد ماشینتون گیران کنید. رفتیم. تمام زمان جان. حاضر ما یک ماشینم نیست راستی که یگان تاکسی که زنگ میزنم میریم ان شاء الله. برای چی تاکسی؟ ماشینتون برای چی نیست؟ ماشین من شهزاد جان برده. یعنی شهزاد یک خسرش معرکه داشته گفت همراه مادرم میرم. ماشین اومد یک 2 ساعت پیش بدم که 1.5-2 ساعت پیش من ماشین دادم رفت. زنگ تاکسی قطعی میریم. چی در کار؟ زنگ نزنید با تاکسی. آخه این شهزاد به خدا اومده از شما چیز طلبیدنش حد و کنار نداره. دینا اومد پول دادید. از وی پیشین روز اومد خونه کلیتش برآوردید دادید. انا امروز باشد ماشینتون دادید. گوش زنک. دوستان و تماشابینان عزیز، علم تکنیک تا اون درجه پیش رفته که حوزه دیگه برای معاش گرفتن، برای پول خوب گرفتن، برای بیزنس کردن دیگه شما در دیپلم لازم نیست، زبانهای خارجی دانستن لازم نیست، ایخونه بر اومدن لازم نیست، در تای گرمی و سردی مثال کار کردن لازم نیست. فقط مثال گپ توسط همین تلفن موبیلیتون کار فعالیتتون رو در خونه میشینید پیش میبرید و هر ماه از 3000 سرکرده تا 15000 تومانی پول به دست بیارید. برای به کار قبول شدن شما یگان کسا پول نمیتونید، التماس نمیکنید. دانشجو دخترک و 100% میتونید کار کنید. اپایی که در کارخانه دولتی و کارخانه شخصی مثال کار میکنید شما هم 100% در پلنتری میتونید کار کنید. فقط در روز 3 ساعت 2 ساعت وقت مصرف میکنید و هر ماه یعنی که نمخلی معاش رو به دست میارید. برای به کار قبول شدن فقط واتساپی دایرکتری کلون شرکت فابریک اپای پروینه جان دا اینو مینمی دو درکتون رجب علی ایبرانی مراجعت میکنین. یگان سوم نمیتین. همه کارا نقطه به نقطه به پول شما را عینال تا با آخر میفهمونه یاد میته و هر ماه شما میتونید که
هم معاش بگیرین هم شرکت فابریک توفا بگیرین. برای همین حرکت میکنیم در واتساپ یا پیجان مینویسیم و گفتنمون در شرکت فابریک کار کردن چی خوبی ها داره. 21 روز پس معاش میگیرین، هر 21 روز پس توفا میگیرین. غیر توفا وقتی که شما 2 ماه 3 ماه در شرکت فابریک کار میکنین بازینه دیرکتوری میرسین، در این حالت 20,000 سومانی از جانب شرکت فابریک توفا میگیرین. این چونین با غیر توفا وقتی که شما در شرکت فابریک کار میکنین تولد هر یک فرزندتون میشه و برای تولد هر یک فرزندتون انا 10,800 سومانی دیگه توفا میگیرین. با یک چلای تیلا وقتی که دیرکتور میشین از جانب بیا پای پروینه توفا میگیرین. برای همین حرکت کنین در واتساپ یا پیجان ما بنویسین، کار کنین، زندگی را پیش برین. ماشین ما را شهزاد جان برده، یعنی شهزاد یک خسرش معرکه داشته، چی داشته گفته همراه مادر میرم. ماشین اومد یک 2 ساعت پیش بدم که یک نیم 2 ساعت پیش من ماشین دادم رفت زنگ تاکسی خطی میریم چی در کار زنگ نزنید با تاکسی. آخه این شهزاد به خدا اومده از شما چیز طلبیدنش حد و کنار ندارد. دینا اومد پول دادید، از وی پیشین روز اومد خونه کلیتش برآوردید دادید. انا امروز باشد ماشینتون دادید. گوش زنک شهزاد در پول در کار شوه، شهزاد در ماشین در کار شوه، باید پیش یگان کسی دیگه صرفم کنه، باید پیش بیگانه محتاج شوه. فرزندی پدرش موندگی باید برای همسایه‌اش التماس کنه، باید برای خسروش التماس کنه، باید ایجاد اکش موندگی باید برای یک کسی دیگه بپرسه. نه همین اکش پول داشته باشه، اکش شرایط داشته باشه، اکش ماشین داشته باشه، باید پیش یک کسی دیگه به اکش اکجان ماشین قطمه را بر اکجان پولم بته. ای زنک ما تا وقتی هستم برای فرزندای پدرم خدمت میکنم، فهمیده استای؟ یک چی را فراموش نکن. هر وقتی که درباره فرزندای پدری ما گپ میزنی اولین درجه حرمت احترامی خطاب بدون، فهمیدی؟ تو بخوای که من تو را حرمت کنم احترام کنم، حرمت احترامی فرزندای پدری ما را در جای اول بدون، حرمتای خواهر اکای مرا در جای اول بدون، حرمت دادری مرا در جای اول بدون. برای چی وای از یک کس یک چیز میپرسد؟ شما برای چی از یگون کس یگون چیز نمیپرسید کو؟ برای کی مرا خداوند داده، برای کی یک چیزا فراموش نکن. من نمیپرسم از هیچ کس، ایمانوی را نداره که من یک حیات دارایم. یگون کس یگون چی نمیپرسم، ایمانوی را نداره که ما یک عمر دسترخوان مانم خرید پرای، ما یک عمر در تای پامون ماشین ای، ما یک عمر زندگی خوب داریم، شرایط خوب داریم. این معنی را نداره زنک. امروز من هستم، شاید من پگاه نباشم، امروز من کار کردم میتونم، مهنت کردم میتونم، آوردم میتونم. این معنی را نداره که من تا آخری عمر من میتونم. شاید من اگر بموشم، اینوالید شم، راه گشته نتونم، در اون وقت درباره من چی نیست؟ فرزندی پدر میسته. فهمیدی؟ یک چیز را فراموش نکن. شاید که ریسک روزی انمو شهزاد چونه، ریسک روزی مادری مرا خداوند به دست ما داده گیای. فهمیدی؟ برای همه حرمت عزت خطر بدون زنک. در خونه چی نمیرسه؟ به لباس موندای، به خوراک موندای، ایطوری سرت آمچ که در تای افتاب موندای. اگر شما همین خیل رفتار کردن گیره من به لباس هم میمونم، نه فقط من، شما هم به لباس میمونید، به نان و آب میمونیم، شاید هم کوچه دمونیم. گپ زیاد نکن، برای یک چای بگی بیا. تاکسی خطی نمیرم. تمام، من دیگر گپ نمیزنم، لیکن همین میگم که روزی نشود که حالی لباسای تنتاندگی هم برآورده تید ما در کوچه مونیم. لازم شود همین لباسای تنم هم میتم، فهمیدی؟ لازم شود جان ما میتم، لازم شود خون ما میتم، فهمیدی؟ فرزندی پدر من چیزی میخوام میتمش. تمام. یک ساعت باید من ترش درد کنم که تو باورت چای بگیری بیا. نه سالت رو نه خود آورده استم بیا رمه کنی که من هم چای خورم. بره همین پنجم چای نیکه که آورده استم. خودی ششتم شمیاری هفتم چای آوردن میگیری. گپ در سر چای نیست، از با این 3 ساعت گذشت. گفته دادرم مادر 1 ساعت پس میآورد. زنک جان هیچ نه که از دادرتان درک باشد. میشنم تو بگوها. خونه مادرم رفتن در کارای، گفته استم ینگم تولد کرده، من میشنم تو بگوهش داد کرده. زنک راستی گپ من بعضی وقت گپای تو را گوش نمیکنم، در حقیقت گپا درسته. ای با 3 ساعت گذشت
گفت اکاجان من 3 ساعته ماشین تا میارم. این از 3 ساعت قطعی 3 ساعتی گذشتگی 6 ساعت شد. ماشینی مرا نیاورده. کار باری ما موند. زنگ زنه داخل. زنگ زدم. یک ساعت 2 ساعت پیش زنگ زدم تلفن‌ها جواب نمیده. 1 ساعت 2 ساعت پیش خود زنگ زنید بود. او چند شد جدت کرشتین که دخترم میبیاد. همین خوبی کردن عاقبت چه نمیای. همین چند قدری که داری حیات خوب میشه، چند قدری که دستگیری میکنی، چند قدری که آدما را گفتی همون گپا در برشون روز میشه، اینم خرید میکنن. 3 ساعتت میگن 6 ساعت ایبان میگذره. قرض میگیرن 1 سال پس قرض نمیارن. اگر یه موقع قرض میگیرن خوب میکنن. کمتر قرض دادن در زنک خب که همین من خودم عصبیم خب که گفت فیزیوتراپی نزن زنک خزن داخل نگرفته تا تلفن یعنی جواب نمیده. برای چی جواب نمیده؟ او ما کمپانی دا کار نمیکنیم که بدونم چی با کار میکنن نمیکنن. خاموش با نشود که یگان صدمه دچار شده باشد. زنک ای دهانو چمول برای یگان گپی خوش بگو، یگان سخن خوب بگو. من خودم همین را فکر کرده زما در سر ما همین فکر رفته که ما با یگان صدمه نکنم. ماشینی من پول یک خونه نیستم. میفهمی زنک؟ خب نباشه برای چی جواب نمیده؟ سخن خوب بگو. حاضر میورد. او خیلی حاضر میاره نه داک که خداوند یگان چی نشوه. او یک حالتی داخلش هم ما میسوزیم. او نداره پولی که ماشینی مرا برگردونه. خوب میشود کمتر ماشین دادن در زنک تبگی خب که همین بیایم هم میدونم که چکار کنم. تمام ماشین دادن، پول دادن، یاردم کردن، برادر در دارش بدن، تمام زنک هایی سپس فقط گپی خودت. با فکرم که هم بشی زنک بشی. سلام علیکم کار. سلام علیکم خوب. بخش کردم تراگیر کردم. ولی خونه دا گپ میزنی بدو. بگذار خونه دا گپ میزنی. برس چوی اوخی چی نگاه داری؟ پیاله شد. نداری پیاله؟ بزار آمده دیگه نگفتی که یگون انا توی یگون معرکه دیگه روسی که من نفهمیدم دیگه. بابا که هم توی خسر بچه بود زنگ فیصد ده بهترین دیگه با فکرم خرسندی توی تماشا خدمت ها. بابا که همش سوز گذشت بهترین توی گذرانده مکه روستیگا اگر دیدن که ماشین داریم باید ده خدمت گفتن ده میمونشون برده والان در کرو بده همین صبح کاری ورا بود کردیم کم تا دیر شید برام دیر کردیم. بهترین کار کردیم. من هم قدم داغ بودم. همین من اگر ماشینم رتای پون باشه بعد همین میرم طرفی کارخونه میرم با طرف یک کاری دیگه. بهترین کردیم. من اینم امروز ایسا بگم استراحت کنم. نه کار دارم نه بود. نه ماشین بیاری کو ما میبرم میرم ایسا خلاصه اگر سرگردانی برای همین سوز کردیم امروز ایسا دو درک ما اونا استراحت اونا دم کار نداشتم. چی داشتم؟ سلامت باشه که جان یا بردی یا بخشش برای دیر کردیم یا کلید مشتر در پرویم مندگی مکرد. ما یگون کار نداشتیم. آخه 3-4 ساعته که دادرش ما جدت کرش تگیم. که شهزاد میآید، که ماشین میارد، که خانه اوچلمن میری. همین قدری که ما ترا فهموندم، همین قدری که ما ترا نصیحت کردم، همین قدری که ما ترا تاکید کردم اگر نمیره یا بار مرا میگم من همین را میگفتم همین آدم میشید همین انسان میشید همین مرا میفهمید. من ترا چند بار گفتم که وقتی نام دادایی مرا میگیری، نام اکای مرا میگیری، نام کدام اعضای عائله مرا میگیری اولین درجه احترامشون رو بجا بیار. من ترا چند بار گفتم تو نمیفهمی. تو خیلی انسان هستی. اکای رجب علی جنگ جون من میدونم که سبب جنگش ماییم در شکم هم خیزم برام گوش که دودار کاری خطا که گفتنت بشی. احترام پدر مادر شما، احترام خانواده شما احترام است. احترام من، احترام خانواده من احترام نیست. اومد را گاب زد میزنه که به عقل
زبانت 3 متر دراز گپ میزنی. من تو را گپ زدم آمدم گفتمت که زنک بیا تاکسی زنگ میزنم با تاکسی بریم. گفتی من با تاکسی نمیرم ماشینی خودمون بیام. من با ماشینی خودمون میرم. تو باید رئیسا وای برای شکرونه نمیکنی ها. آدمو تاکسی نه آدمو بیچاره با ماشین میگردن با اتوبوس میگردن. اتوبوس با تاکسی نمیگشته ها. برای تو عیب بوده است برای تو شرم بوده است با تاکسی گشتن ها. ها آدم ماشین ندارن با مرسوکه میرن پیاده میرن ولیکت میرن. ماشین ما در کیم در توی معرکه کیم که خدمت میکنن ما خودم پیاده میریم. گوش که زنکی به عقل تو مرا نفهمون چیکار کردن نکردن ما. تو مرا یاد نده زندگی کردن ها. تو مرا یاد نده ما در کجا را خود کردن نکردن ما. ما باری دیگه میگم که ایره فراموش نکن ما در حیات پول میارم ماشین میارم خانه و در میارم این ضیافت این نوش نعمت تمام چیزی دنیایی را میارم. حتی اگر در کار باشه این همی طوری زنکی به عقل شه 10 تای دیگه شم میارم 10 تای دیگه نمیرم که طوری میارم. یکی ما فرزند پدر ما هیچ وقت نمیارم.